وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، خوش آمدید به این نشست نوبتی ما که تغییر میگیره به 5 رمضان. ببینید چه خیلی رمضان تیز گذشته شده. که شبیه روزی 5 رمضان است. روزی 5 رمضان است. بنابراین حرکت کنیم که این روزها را غنیمت دونیم. دیروز درباره سوره اقرا صحبت داشتیم دوستان عزیز. گفتیم که یکمین سوره که از قرآن نازل شد این سوره اقرا هست. هم گفتن که در غار حرا بودن پیامبر علیه السلام. یعنی شاید که یگون انسان در روز قیامت، یعنی یگون انسان در روی زمین تخمین نمیکرد که همین شب مرد در غار قرار دارد و با اون مرد فرشته از آسمان میفراید و برای وی وحی می آورد. یعنی یک غاری که تاریک است، غاری مظلم است، غاری که در مکه قرار دارد، نور میبرد که تمام دنیا را روشن بکند. یعنی هیچ کس شاید که این فکر نداشت همون شب، یعنی که شب 17 رمضان. میتونم بگم که آسمان، زمین برای آسمان، برای فرشته دیگر تشنه بود، چون که 500 چند سال بود که دیگر جبرائیل امین با کسی به وحی به زمین نفر آمده بود و این بعد از 500 چند سال بار اول بود که جبرائیل علیه السلام با وحی الهی با پیامبران میفرماد، در حالی که زمین پر از ضلالت، پر از گمراهی، پر از جهالت، پر از ظلمات بود و اکثر مردم یا اینکه سنگ پرستی میکردن یا چوب پرست بودن یا خرما پرست بودن یا اون چیز دیگر پرستش میکردن. دیگر یعنی که زمان روبرو شوی جبرائیل با پیامبر علیه السلام فرا رسیده بود. پیامبری که دیروز خیلی گفتیم سواد خواندن و نوشتن نداشت. موضوع دوم همون سوره اقرا است برادر دینگی. همون سوره اقرا موضوعش صحبت داریم. خب گفتیم که پیامبر علیه السلام خواندن نوشتن نمیدونستن. یعنی تصور کنه یک مرد که خواندن نوشتن نمیتواند، وقتی که آیت اقرا به وی نازل شد و خوان گفت، دیگر همین مردی که خواندن نوشتن نمیتونست، همه انسانایی که دانا بودند و می نویستند و می خوندند اونها رو دیگه تعلیم داد. چی داناها چی غیر داناها را، که این چیزی پیامبر صلی الله علیه و سلم خصوصیتشون است. یه مردی که یتیم بود، از پدرش یتیم ماند، بعد از اون از مادرش یتیم ماند، بعد از اون از بابایش مثال جدا شد. همین مرد اومد دیگر چی حیاتی پدرها رو به تنظیم درآورد، حیاتی مادرها رو به ترتیب درآورد، اونها رو راهنمایی کرد که چگونه باید فرزند را تربیت کرد. یعنی یه مردی که در کودکی در مکه برای انسان ها چوپانی میکرد، گوسفند اونها را بانی میکرد، امروز با فضل و کرم الهی دیگر برگزیده شد تا اینکه تمام بشریت را راهنمایی کنند و برای اونها راه نشان دهد. یعنی که دیگر مردی که با مال زن خودش تجارت میکرد، امروز به مرتبه رسید که اقتصاد تمام دنیا را به ترتیب می‌درآورد، اقتصاد تمام دنیا را راهنمایی میکرد و چیزی حلال است در تجارت، چیزی حرام است، چیزی درست، چیزی نادرست است، همه آن را بیان میکرد. یعنی در همین شب، یعنی در شب همین 17 رمضان، پیامبر صلی الله علیه و سلم همون امانت خود را تسلیم گرفتند از جبرائیل امین. خیلی گفتیم پیامبر در یک غار بودن، غارم تاریک بود، ظلمات بود. پیامبر از غار میبرمدن، تأمل میکردن اون کوهها رو، صحراها رو، هر چی که در چشمشان میافتید در افق تأمل میکردن و میگفتن که هیچ ممکن نیست که همه این چیز به خدای به آفریدگاری به دنیا آمده باشد. هیچ ممکن نیست که همه این را همین سنگ و چوب و هم بت‌هایی که در اطراف کعبه است اونا ساخته باشند. اصلا اونها یک سنگ هستن یا چوب هستن که توان ایجاد کردن و توان نابود کردن چیز رو ندارن. خب
پیامبر خیلی گفتیم در اونجا یکی روبروشون جبرئیل علیه السلام اومد. پیامبر گفت خوان. پیامبر گفت من خواندن نمیتونم. گفت خوان نمیتونم. خوان نمیتونم. هر باری که میگفت نمیتونم میگرفت تو پیامبر میفشرد. گفتیم خب از این برادرها از اقرا یک چند درس گرفتن ممکن است از همین سوره اقرا. یکمش که اولین کلمه ای که در قرآن آمد و نازل شد برای پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز خوان نبود، روزه دار نبود، یا اینکه فلان عبادت کن نبود، بلکه خواندن بود. یعنی انسان به علم تشویق میکرد، انسان به علم ترغیب میکرد. خب چرا؟ چرا که وقتی که آدم نماز خواند و علم نداشته باشد، نماز خواند و اگر عقیده نداشته باشد، نماز خوانی و یک ریاضت است، یک ورزش است، یک اسپورت برای میگذرد میرود. روزه دارد، اگر روزه هم دارد اگر به علم و به عقیده روزه دارد اگر، این همون رژیمی که آدم میدارن برای خودشون خراب کردن و رژیمی که برای خودشون از یکون کسری نجات دادن هم خیلی. این سعی و طواف هم اگر به علم و به عقیده باشد به همین شکل است که نه خودی ممکن که برای خاطر چی خدا سبک کردن یا که به ورزش مشغول شدن باشد. این پیامبر نگفت که جنگ کن، یعنی که جهاد کنم، نگفت پیامبر در اول. چون که جهاد وقتی که به علم و عقیده شد دیگر چی میشد؟ انسانو به کشتار دعوت میکند. انسانی که جهل و جهالت دارد، به علم از به عقیده هست، خب منم جهاد میگه و دیگر چی؟ فقط آدم کشی و کارش، یعنی که آدم رو ترساندن و راهزنی و دیگر نامردی و اینا. اینشون درباره تجارت هم گام نزد. پیامبر گفت که تجارت کنه محمد صلی الله علیه و سلم، چون که اگر آدم به علم و عقیده تجارت کنه حرام و حلال آمیخته میکنه. حرام و حلال برای فرق نمیکند. خب برادران بینید، یعنی که اینجا فضیلتی همین آمدن کلمه اقرا در اولین آیت، بینید که قرآن آدم از اول از آدم میخواد که علم دار شوند، با علم باشن، با عقیده باشن، تو که دیده دانسته، یعنی که مقصدناک حرکت کنن. و اینجا گفتیم که خیلی نماز مثل آدم، روزه مثل آدم، دیگر عبادتی که وقتی که به علم عقیده شود و دیگر از معناش و از روحی همون اساسی که همون عبادت آمده است خالی می شود. یعنی خلاصه گویم اگر خدا رو نمیشه جاهلانه و نادانانه خدا رو عبادت کرد، باید بنده دیده و دانسته خدای خودش رو عبادت کنند. و کتابی که نازل شویش شروع می شود با اقرا و بخوان، یعنی که با کلمه خواندن، هیچ وقت راضی نمی شود که پیروانش جاهل باشند و از علم دور باشند. این کتاب فقط ترغیب به چی میکند؟ به علم و علم دوستی و علم را برای خود پیشه کردن. دویم درسی که از همین سوره اقرا میگیریم این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از غار فرمودند می لرزیدند. پیامبر می ترسیدند، از یک جهت عرقشون هم می ریخت از همین ترس و لرز. پیامبر بینه که برادر پیشی عمکشون حمزه نرفتند. حمزه شکارچی بود، تا آدم که شیر و پلنگ هم شکار میکرد، اینکه انسانی جری و ناترسی بود. یا پیشی از همه دوستی مخلص خودشون که ابوبکر صدیق است، پیشوای هم نرفتن از غار فرموده. یا اینکه همون جایی که دارالندوه بود و مشرکای مکه جمع شده میشتن، نزد اونها هم نرفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم، بلکه نزد زنشان خدیجه رفتن، نزد عائله‌شان خدیجه بنت خویلد رفتن. خب ببین اینجا پیامبر اینقدر خدیجه رو دوست می‌داشتن که با ولی خدیجه دیگه زن نگرفتن. خدیجه یگانه زنی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. با ولی خدیجه دیگر پیامبر زن نگرفتند. خیلی نسبت خدیجه با وفا بودن. خیلی که در روایت از حضرت عایشه رضی الله عنها میاد که حضرت عایشه میگن که گاهی میشه که پیغمبر نامش میگرفتم و رشکم میگرفت. اینقدر مرده رفتگی از من میگفتن گاهی غیر از خدیجه دیگه زن نداره شما که فقط خدیجه 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 میگه. یعنی که حضرت عایشه یا اینکه دیگر زناشون هم رشک میکردن به خدیجه. راست میگه که پیغمبر همین خیل خدیجه پاسداری میکردند و اینقدر به خدیجه وفادار بودن که هر بار قربانی میکردند برای دوستای خدیجه، برای همون دوگانه های خدیجه پیامبر یکون چی میفرستادن.
گوشت میفرستادن که چی کند همون یعنی که وفاداری خودشون به این زن نشون دادن پیامبر صلی الله علیه وسلم. خب تو عایشه میگه که ای پیغمبر از خدیجه دیده برای تو خدا نقضش داد برای تو، یعنی که خودشون در نظر داشتن. پیامبر گفت که لا والله با خدا قسم میخورم که خدا برای من اعضای نقضش نداده است. بعد تعریف گرفتن که وقتی که همه من تکذیب میکرد و من پیغمبری ما باور نمیکرد، خدیجه یگانه شخصی بود که من باور کرد. خدیجه من دستگیری کرد، خدیجه من مشورت داد، خدیجه من مال و ملک خودش دریغ نداشت، یعنی تاجر که بود تمام مال و ملکش برای پیامبر صلی الله علیه وسلم برداشت، بخشیدن که خدیجه. بنابراین این گپ نزن گفتن عایشه رضی الله تعالی عنها را. خیلی سنگ رشک میکنن لیکن گفتن این گپای تو درست نیست. خب یعنی که بین برادر و چخل این نکن همین چیزی کوتاه هست برای مثال همین از اگر همین چی گیریم که سوره اقرا، یعنی که همین دو چیزی که اینجا ما برای شما نقل کردیم معنای خیلی چخور دارد از این چیزی که دو چیزی که نقل کردیم برای حیات انسانه. خب باز بعضی چیزهایی که ما دیروز گفتیم که درباره عملهای قلبی گپ بزنیم، درباره تزکیه گپ بزنیم گفتیم، یعنی که چیزی که برای ما در رمضان ما رو راهمان راست میکند، ما رو کمک میکند که روزمان روزی درست شود، روزمان روزی شود که موردی قبول خدا باشد. خب الله تعالی در قرآن میگه که ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا، یعنی که هر عملی که انسان ها کرده بودند در اون نامه اعمالی که با اونها در قیامت داده می شود حاضر میبینند در اونجا هر چی کاری کردن، لیکن خدای تو میگه به کسی ظلم نمی کند. یعنی برادر عبارت چی است؟ معنای این آیه است که حیات هر یکی ما یک کتابی هست که روز قیامت خواهیم خواند، رو برای خدا میخونیم و این کتاب نویسندش کی است؟ خود ما هستیم. هر یکی از ما کتاب خودش را به دست خودش می نویسد، یعنی که به دست خودش می نویسد این است که همون عملایی که ما میکنیم همون از کتاب ما. بنابراین گفته که ووجدوا ما عملوا حاضرا، یعنی که هر کاری کردن حاضر در روبروی خودشون در نزد الله تعالی خواهند دید. پس باید حذر کنیم از اون که مؤلف بد و بدکاری و تبهکاری شویم. حرکت کنیم که مؤلفی خوب و خوش باشیم که کتابای ما کتابی درست باشه، کتاب زیبا باشد و نزد الله تعالی از خواندن آن شرم نکنیم. یعنی یک چیزی باید که نویسیم که ما رو به خجالت نماند، کتابمون، نامه اعمالمون، یعنی و حالا ما زنده ایم برادران. برای این عبارهای خیلی دقیق است. ما حالا زنده هستیم و در دست خود خطکار کنک هم داریم که همون کتاب خود از نو اصلاح کنیم. یعنی که یک حالی ما دیگر این به کتابی چاپ شده تبدیل نیافته است. به کی به کتاب چاپ شده تبدیل میاد؟ وقتی که ما وفات کنیم. اما تا حالی که ما زنده هستیم ما صاحب کتاب هستیم، در دست خود خطکار کنک داریم که آن توبه هست، آن استغفار هست و میتونیم که با توبه و استغفار خود اون نامه اعمال چیزای بدش محو نابود کنیم و دیگر سطرهای نوی زیبای روشنی درخشان را در اون کتاب نویسیم با عملهای نیکی که میکنیم. یعنی هر یکی ما حرکت کنیم که صفحات از صدقه داشته باشیم، صفحات از صدقه نفلی داشته باشیم، صفحات از نمازهای نفلی داشته باشیم، صفحات از دیگر عبادت‌های نفلی داشته باشیم که اون کتاب ما را درخشان و زیبا گرداند. یک چند سطری هم از نماز شب داشته باشیم که کتاب ما باز زیباتر و روشن‌تر شود. خب و گاهی هم که مثلا در یک ماه یک بار هم در غیر رمضان روزه داریم، خب دوشنبه باشد، خب پنجشنبه باشد برادر عزیز. خب درست است، مثلا حدیثی هست که پیامبر میگن که هیچ کی را عملش به جنت نمیدرارد. یعنی انسان از اون روزی که تولد شد تا مردنش عمل کنه و هیچ کارم نکنه، اگر
وای عملش که جنت برای خودش خریده نمیتواند، لیکن چی میشد؟ عملی نیک، اعمالی نیک، اعمال صالح رحمت خدا رو به سوی بنده جلب میکند. خب رحمت خدا رو به سوی بنده جلب میکند. بینه برادرو، یعنی که سخنهای در حقیقت حکیمانه هست از علما و از مفسرین کرام که انسان اگر خواهد که همین کتاب خودش پیش خدا پگه ایستاد، با خدا روبرو ایستاد، باید که همین کتاب نوشته رود که از نزد خدا، در نزد خدا شرم نداره. یعنی خدا نگه که تو چوب دزدی کردی، تو چرا رشوه خوری کردی، چرا تو غیبت کردی، چرا تو حق فلانی رو خوردی، چرا تو فلان گناه کردی، فلان نامعقولی کردی، در حق بچه‌هات ناحقی کردی، در حق زنت ناحقی کردی، در حق شوهرت ناحقی کردی، در حق پدر و بابات ناحقی کردی، در حق مادرت ناحقی کردی، همسایه‌ت ناحقی کردی. خب یعنی کتاب گناه ها مثلا با گناه پر نشود، کتاب سیاه نشود. هدف از این آیات آمدنش این تذکیر و یادآوری بنده ها هست که برادرها، تو اینکه الله تعالی رو یاد نبرن و وقتی همین کتاب خود را می نویسند، یعنی که با عمل های خود باید که بنده های خدا همین خیلی این کتاب رو نویسند که این کتاب چی است؟ آنها رو در نزد الله تعالی روی سفید کنند، آنها را شرمنده آخرت قرار ندهد. خب باز از عباره های زیبایی که از بعضی مفسرها آمده از برادرها این خیلی است که و کان عند الله وجیها، یعنی آیت است که الله تعالی پیامبر عیسی را وصف کرده، میگه که و کان عند الله وجیها، یعنی که در نزد الله تعالی انسانی وجیه بود، با آبرو بود، یعنی که عیسی علیه السلام. یعنی که بینه اینجا معیار و مقیاس و معیار این الله تعالی است، نه مردم. اگر عیسی علیه السلام حیاتشون رو بینیم، اگر به یه حیاتی هست که بسیار غم و اندوه و ضرب و لط و شتم و سب و دشنام و تعقیب و به همین شکل حیاتشون گذشته است. یعنی که انسانی بودن که آرام زندگی نکردن، یهودا اونها رو آرام نموندن زندگی کنن، پیامبریشون رو تکذیب کردن، مادرشون رو به زنا تهمت کردن، شریعت عیسی رو قبول نکردن، عیسی رو میزدن و اونجا حاکمای رومانی بود که حاکمای رومانی رو علیه پیامبر عیسی علیه السلام میشورندن. خب لیکن بینه در دنیا شاید آدم میدید میگه همین چی حال است، این چی احوال است، اینش میگذرد میزند، اینش میگذرد دشت میته، اینش میبرد محکم میکند، حالش به همین شکل است. لیکن در نزد الله تیاش وجیه است. بنابراین معیار حقیقی برادرها، ترازی حقیقی ترازی خدا است، نه ترازی مردم. مردم گاهی میشه که یه انسانی پستی بی اصلی بی فصل میگنن، چی میکنن؟ بولی سری خود میکنن و یا آبرو میتین، تعریف میکنن، توصیف میکنن، لیکن در نزد خدای تعالی آدم هیچ آبروی قدر ندارد. یا برعکس خیلی عیسی علیه السلام مثال آوردیم که اینقدر انسانی با آبرو بودن در نزد الله تعالی، لیکن مردم اینقدر عیسی علیه السلام را آزار و اذیت میدادن. بنابراین برادرها، نوح علیه السلام بینمگر همین شکل، یعنی که نوح مردم تکذیب کردن، ابراهیم علیه السلام به آتش پرتافتند، موسی علیه السلام حرکت کردن که کشتند و به قتل رساندند، سوء کنند، نتونستند. صالح مونده کردند از بین کفر و شرک خودشون. شعیب علیه السلام سرکشی کردند، یحیی کشتند، زکریای اره زده دو پاره کردند بدنش علیه السلام. عیسی علیه السلام خواستند که صلب کنند و چرمش کنند. محمد علیه السلام همین چیزایی که گفتیم برای پیامبرها قریب که بولی سرشون آمده بود، هم کشتنی شدن، هم اذیت دادن، هم نسبتشون گپای دروغ و تهمت و بهتان هر چی رو نشر کردن. خب اهل مکه پیامبر تکذیب کردن، اهل طایف پیامبر سنگبارون کردن. خب در نزد خانه‌شون ایستاده و شب هجرت قریب خواستن که پیامبر کشند. خب از وقتی که پیامبر هجرت کرد برابر آمدن چند صدها کیلومتر از قفای پیامبر تعقیب کردن و برای پیغمبر دستگیر کردن، وعده دادن کسی که پیامبر برای ما دستگیر کردید برای 100 شتر میدهیم. خب و ببینیم در جنگ احد و در جنگ بدر و در جنگ خندق و دیگر جنگ ها میخواستن که همین نوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم آوردن اون رو خاموش کنن برادرای عزیز.
خب و پیامبر مثلا خیلی گفتیم در جهودا اومدند و پیامبر زهر دادن در گوشت در جنگ خیلی خیبر اومدگی است. خب یعنی که بنابراین از مردم دیگه چی انتظار شدن ممکن است؟ یعنی که میگه که فماذا تنتظرون من الناس، آدم باید چی انتظار شوه؟ خب بنابراین معیار خدا رو باید پیشه کنیم. یعنی که بعضی برادران میگن که هی ما گفتیم ما رو نفهمیدن، مردم ما رو نمیفهمد، یعنی که زیق میشن. بسیار نباید زیق شد برادر. اینجا الله تعالی ما رو تسکین درست است که و کان عند الله وجیها، یعنی که عیسی وقتی که در نزد خدا اینقدر وجیه باشد و با ابرو باشد، در دنیا شما دیدید حالش چی بود. یعنی اون معامله‌ای که مردم میکنن این نشانه آبروی شما در آخرت نیست. نشانه آبروی شما در آخرت اون که خدا میکنه با شما. اما دنیا مردم چقدر انسان نیک هستن که زیری پا شدن، چقدر انسان نیک هستن که کشتنشون، زندانشون کردن، ظلم کردن، بولشون ستم کردن. خب بنابراین شما میگه به معیار خدای تعالی دستنه. مردم هیچ وقت برای شما کاری کرده نمیتونن. یعنی مثلا گاهی میشه که تو یک صدقه میکنی، مردم دیدیشون میگه این ریاکاری دارن. یعنی مردم معیارش همین است. همون قصه ای که از خو یک قصه دارن که میگن که پدر و پسر میرفتند و بالای خر هر دوش میرفتن، گفتن که این هر دوش بالای خر نشسته، هر دوش خر بیچاره جانور ظلم کردن، بالاش وزبینه وارثن. وقتی که خیر پسر فرامود و پدر بالای خر نشسته بود و پسر ارغمچین خر میگرفت میرفت، گفتن که چه خیر پدری است که پسرش رحم نمیکنه و بالای خر نشسته است. بعد علی شد و پسرش بالای خر نشست و پدرش خر از رسمونش گرفته رفت که گفتن که چه خیر بچه بیادب است که پدر خودش حرمت نمیکنه. وقتی به خر خیل به خداشون دو کسی پیاده رفتند و خر موندن، گفتن چه خیر احمقن که مرکب سر بالای خر مثلا استفاده نمیبرن. اینکه چیکار نکردن مردم گپ زدن. بنابراین مردم گپش، مردم گفتارش نباید که معیار باشد. معیار همون چی هست؟ و کان عند الله وجیه هست. اگر یگان چنتی اگر میگن که انسانی بخیل است، نصیحت کنی میگن که این آدمی چی هست کارش میگن برای ما نصیحت بکند و این اون میگن. اگر خب کنی میگن که این آدم ترسانچک است، گپ نمیزند. خب اگر تجارت کنیم که آدم حرسی دنیا دارد، طلب دنیا دارد، تلاش دنیا دارد. خانه چی میگن که انسان بیکار خوجه است و پول اگزامایی دو چیکار میکنه و زندگی چخیل میگذارد. اگر اون کسی انتقاد کنی و گپ زنی میگه که این آدم فقط اپوش دیگر رو گم بزند و عیب دیگر رو میشمرد و این آن. اگر خب شنی میگن که این برای ما چو کاردار نیست، این چخیل انسان است که پروای ما رو ندارد. خب بنابراین این همین است حال مردم. یعنی که در همه حال با تو گام میزنن برادر عزیز، در همه حال با تو گام میزنن. بنابراین نباید که آنها رو معیار قرار داد. مردم هیچ گونه نباید معیار قرار داد. بنابراین وقتی خواهیم که ما رمضان خوب باشد، باید به چه معیار الهی مراجعت کنیم. خب برادر، این ماه چخیلی گفتیم ماه توبه است، ماه غفران است، ماه رمضان است، ماه رجوع به الله تعالی هست. الله تعالی هم میگه که ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. الله تعالی انسانهای توبه کننده و انسانهای طلب پاکی کننده را دوست می‌دارد. یعنی که اینجا تواب بنتون برادر صیغه مبالغه که اومد، صیغه مبالغه یعنی که صیغه واهمه است. خب یعنی که بسیار کار نشان دادن یگان چیز است. یعنی که اینجا الله تعالی میگه که بسیار توبه کننده ها را دوست می‌دارد. شخصی که توبه من توبه کردم تمام نمیگه، بلکه هر روز مثلا از گناه خودش توبه میکند، هر روز اظهار پشیمانی میکند. همه یا کردم بس، همه روز جمعه کردم بس، یا من نماز بخوندم بس است. این خیلی نیست، بلکه چی مستمر بردوام در گفتن توبه هست برادرم. خب خداوند نگفت که مثلا آیت بینتون گفت که این الله یحب، دوست می‌دارد، گفت توبه کن رو، توبه کن رو دوست می‌دارد گفت.
نگفت که خداوند قبول میکند، نگفت که خدا مغفرت میکند، نگفت که خدا عفو میکند، نگفت که خدا دیگر کار میکند، بگفت که خداوند توبه کننده ها را دوست میدارد. یحب التوابین. چرا؟ یعنی که اینجا الله تعالی گفته است که دوست میدارد همون بنده که خطا میکند و استغفار میکند. خطا میکند، استغفار میکند، اون بنده رو خداوند دوست میدارد. چرا؟ مثلا انسانی که سحر میاد گناه میکند، بیگونه با از خدای تعالی توبه میپرسد. خب یعنی که این خدا نگفته است که من اینو دوست میدارم برای اینکه خی پروای گناه نکرده، گناه کردن میگه توبه میکنن، گفتند توبه کردند، برای این خدا اونها رو دوست نمیدارد. خب لیکن اینجا برادرو شیطان است که میخواهد که انسان‌های بینش و بین توبه ایستد، نگذارد که انسان توبه کند. خب اینجا انسان وقتی که گردن شیطان رو میشکند، به همین کدام کارش گردن شیطان رو میشکند، میگه که هر قدر که گناه بزرگ باشه خدای من عزای بزرگتر است و مغفرتش عزای بزرگتر است و مغفرت خدای من وسیع‌تر از همه چیز است. بنابراین انسان میبراید توبهش با از نو تجدید توبه میکند، تجدید میکند توبهش، باز تجدید میکند. خب به همین شکل برادرو، یعنی که نمیگذارد که شیطان وی وسوسه کند و ای تو گناه کردی دیگه خدا تو نمیبخشد، این گناهی تو احد گذشتگی است، تو هیچ وقت بخشیده شدن ممکن نیست. خب یعنی که هر قدر که لغزش هم که بسیار باشد، هیچگاه خداوند از بخشیدن انسان مانده نمی شود. هیچگاه الله تعالی از بخشیدن انسان ملال خاطر نمی شود. برای همین برادرها همین ماه باید که استفاده بریم، یعنی که این ماه فرصت است. ما در اول هم گفتیم که این ماهی است که الله تعالی این ماه همچون نعمت برای بندگانش داد، تو اینکه بندگانش تا میتوانند همین ماه به فایده خودشون استفاده برند. خب ببینید وقتی که خداوند رمضان رو در اطرافش صحبت کرد، در آخری همین ماه رمضان دعاش خدای تعالی در سوره بقره میگه که همون آیت مشهوری که همتون میدونید، شاید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. وقتی که همین آیت شد، در آخرش الله تعالی میگه که و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، اگر بنده‌های من پرسند من با اونها نزدیکم، میگه الله تعالی. یعنی که ببینه یک نمود ارتباط و رابطه و علاقه بین رمضان و دعا هست. یعنی که خداوند ما رو دلالت بر اون میکنه که یکم میگه که در این ماه قرآن نازل شد، معنیش که قرآن بسیار خواندیم ما، عبادت مخصوصی همین ما قرآن خوانی هست و عبادت دیگری که من شما رو به اون دلالت میکنم و راهنمایی میکنم این دعا هست. چرا؟ چون که آیتی و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب بعدش نازل شد، بعد آیتی که درباره رمضان و فرشوی رمضان گپ میزنه. برای همین بنده حرکت کنه که در این رمضان دعا رو بسیار کنه، چون که برادر این دعا یک میتونم بگم که یک سلاح فتاکی، سلاحی درنده هست که انسانیت عروی زمین نابود کرده است. میدانید کدام دعا است که انسانیت عروی زمین نابود کرد؟ کنی یک سوال تیم برای اینکه کمتر شاقمان شود برادر، اگر نویسه اینجا کدام دعایی بود که انسانیت عروی زمین نابود کرد؟ خب برادران کنی یگان فکر دارید ایا اونجا شنیدگی هست در اطراف این کدام دعا هست که بشریت رو ریشه‌کن کرد یک بار در تاریخ؟ بله برادر احسن تا اینجا برادر گفته که دعای حضرت نوح. یعنی که ببینید دعای حضرت نوح دعایی بود که برآمد در دستش برداشت، روش به آسمان کرد و یا به قبله کرد و گفت ربی لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، خدایا در روی زمین یگون دیاری کفر و کافره مگذار، همشه نابود کن. بنابراین
سبب شد که تمام دنیا رو آبخیزی زیر کرد، همه جا رو آب زیر کرد، همه جا رو سیل زیر کرد و دنیا زیر آب چند روز موند. بنابراین انسان باید که حذر کند از دعای مردی که غیر از خدا کسی را ندارد و حذر کند از شخصی که غیر از دعا دیگر سلاح ندارد. فهمو؟ یعنی که کسی که غیر از خدا کسی را ندارد، وقتی به خدا روی آورد، الله تعالی میگه که این بنده من بیچاره است، دیگر یکم شخصی نیست که به نصرت دهد، شخصی نیست که به دستگیری کند. به الله تعالی که غیرتش میآید و این بندش از این چیز، از این مشکلی هم دعایی کرده بود رها میکنه. دیومش دعا چه خیلی گفتیم سلاحی فتاک است، گفتیم برای سلاحی که فتک میکند، انسانیت نابود میکند، ریشه کم میکند دشمنت. خب اینجا مثالش ما حضرت نوح دعاشون زدیم. برای من گفت است که هر شخصی که غیر از دعا دیگر سلاح ندارد، از وی ترس، از وی حذر کن، از وی دور شو که دعای وی حیات تو را سر و پا دیگه میکند. ممکن است که بچت اینولید میکند، ممکن است که زنت به یگون کسری بد گرفتار بگی، یا که خودت به بلای بد گرفتار میکند، یا یگون نزدیکت یا پدر و مادرت به بلای گرفتار بگی، یا اینکه تو یک کمبغلی یا انسانی که تمام ممکن که بویترین انسان باشی و دعای بدی یا شخصی که جز دعا دیگر سلاح ندارد تو رو به انسانی بدبخترین گرفتار میکنه که یک برده نان رو یافته نمیتونه. بنابراین انسانی عاقل باید که خودش رو از این چیز نگه دارد و انسان عاقل حرکت کنه که چی نکند، غضب انسانی که به خدا نزدیک است، غضب انسانی که غیر از خدا کسی رو ندارد نیارد. اینجا برادر غیر از خدا کسی رو ندارد گفتن ما کی است برادر؟ یعنی که انسانی نیک هستن، انسانی که خدا ترس هستن، انسانی که تنها به خدا رو میآورند. شرط نه که وای انسان یگون پیغمبر باشد، یگون اولیا باشد، بلکه هر مسلمانی که به همین شکل هست الله تعالی چی میکند، از جمله انسان‌هایی که دعایش قبول میشوند میگرداند. خب یعنی که دعا را نادیده نگیریم. خلاصه من این مسئله را آوردگیم برای این بود که رمضان گپ زد، نازل شوی قرآن گپ زد، بعد درباره دعا گپ زد و این مثال از حضرت نوح آوردیم که چه دعا حیات انسان به دیگر چی میکند. یا مثال دیگر میاریم به همین صحبتمون رو خاتمه میتیم دوستا، به همین دعا تعلق دارد. در حقیقت ببینید وقتی که مادر مریم مثلا نظر میکنه، میگه که من بچه دار شم، بچه من خادمی مثلا معبد میکنم و این آن، الله تعالی برای دختر میدهد که نظر که کرده بود دیگر باید که دخترش میگذاشتم اونجا میگذارم و متولی دختر، یعنی که سرپرستی دختر را پیامبر زکریا علیه السلام، یعنی که نبی خدا زکریا به عهده میگیره و زکریا علیه السلام مریم از پی طعامش و نوشاکیش و لباسش و اپشت همینش مشغول بودن و قرآن میگه که كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هر باری که زکریا با مریم داخل میشد، یعنی که به اون حجره‌ای که در کنج معبد برای مریم ساخته بودن داخل میشد، میدید که نزد وی رزقی هست. رزق یعنی که اینجا میوه ها هست برادر. برای وی مثلا این یک کرامتی بود از کیس الله تعالی برای مریم، میگه وجد عندها رزقا. زکریا حیرانش داخل من گفت سرپرست تو هستم، اینجا فقط من برای تو میوه میارم، برای تو خوردنی میارم، برای تو پوشیدنی میارم، برای تو فلان چیز میارم، اینه کی آورد برای تو؟ میگفت حیران میشد. قالت ان لك هذا، قال ان لك هذا. زکریا علیه السلام گفت که نه جفت تو گفت این میوه ها رو گفت. خب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله. این از نزدی الله من است، این از نزدی الله است. یعنی که قالت هي من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. و الله تعالی هر شخصی رو که خواهد رزقی به حساب میدهد. ببین برادر، زکریا علیه السلام تقریبا سنش 90 ساله بود و کودک نداشت. یعنی مفسران میگن که
وقتی بهار می در آمد میوه زمستان می یافت نزد مریم حیران میشد و گفت وقتی بهار از این میوه بودنش ممکن نیست حاضر. مثلا از زمستان از تربوز ممکن نیست که باشه یا خربوز ممکن نیست که باشد. یا اینکه وقتی تابستان میرفت مثلا میدید که اونجا تابستان میوه زمستان است، زمستان میوه تابستان است. حیران میشد میگفت ولی وقتی انگور نیست، وقتی انجیر نیست، چه خیلی تو در زمستان مثلا انجیر میخوری این اون. بعد مریم گفت که این ریسکی است که الله تعالی میاره برای من. خب اینجا زکریا است درک کرد برادر. زکریا گفت که خود به خودش گفت که مادامی که خداوند قادر و توانا میوه زمستانه را در بهار برای مریم عطا میکند، میوه بهارانه را در زمستان برای مریم و زمستان را بهار برای مریم عطا میکند، قادر است که منی که در زمستان عمر خود قرار دارم، یعنی که در آخر عمر خود قرار دارم، مرا نیز فرزند عطا کند. یعنی اینجا همین قصه مریم برای زکریا یک موتیواسیون شد، موتیواسیون برای دعا کردن و بسیار دعا کردن. بنابراین بعد اون که همین آیت تمام می شود، همون سوره آل عمران بنگر، همین اولین آیتی که باز از این طرف از این صحیفه سر میشه میگه که هنالک دعا زکریا ربه. اینجا بود که زکریا خدای خودش را دعا کرد. یعنی وقتی دید که مریم میوه بهارانه رو در زمستان و زمستان رو در بهار میخورد، یقین کرد که خدایی هست که انسان چی در همه سن و سال میتونه براش فرزند عطا کند. بنابراین گفت که هنالک دعا زکریا ربه و قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبه. خدای برای من یک ذریت طیبه و پاک و طاهره و نیک عطا فرما. هب لی من لدنک ذریة طیبه انک سمیع الدعاء. تو شنونده دعا هستی ای پروردگار من. خب بعد الله تعالی چه گفت؟ مژده خودش به زکریا داد. زکریا گفت که ما برای تو یک فرزندی نیک عطا خواهیم کرد که این فرزند یحیی علیه السلام بود. برادر عزیز، این فرزند یحیی علیه السلام بود. تا وقتی که دعا میکردند خودشون میگفتن من یک آدمی پیر هستم، دیگه پیران سال شدم و دیگر زنی منم دیگر زنی عقیم است و دیگر نازا هست و چه خیل میشه و لیکن از این چیزا باز ناامید داشت و بازم دعا میکرد. الله تعالی برای پیامبر زکریا علیه السلام فرزند به نام یحیی را و وهبنا له یحیی چه خیلی میگن. یا در اگر سوره اگر انبیا رو ببینیم برادر، در سوره انبیا وقتی که دعای حضرت زکریا میکند میگه که ربی لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. خدایا مرا تنها مگذار. ربی لا تذرنی فردا یعنی که مرا بی نسل مگذار. و انت خیر الوارثین یعنی که تو بهترین وارثا هستی. بعد الله تعالی میگه که چی؟ و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه. یعنی که بعد میگه به او یحیی رو عطا نموده میگه الله تعالی. خب اینجا مقصد باز اون مسئله دعای من گفتم که برادر عزیز، مقصد این چیگه یک چیز به یک ربط دادن براش من آوردم. اینا ببینید مریم چه خیلی گفتم هم ریسکش که به همین شکل آمد. زکریا دید و الهام گرفت از این چیز و از خدا پرسید و خدا هم داد. یعنی مردی 90 ساله و زنی شاید 70 ساله بود یا 80 ساله بود زنش که فرزنددار شد. که اصلا ببینیم برادرها زنها مثلا بعد از سن 50 دیگر بچه دارشونشون خیلی مشکل است. یعنی که بعد از سن دیگه است که 45 50 دیگر زن از حیض باز میموند، دیگر باید زن تولد هم کرده نمیتوند. لیکن زکریا که یقین به خداوند داشت، یقین به قدرت الله تعالی داشت و مریم را همچون مثال و نمونه در پیش چشم خودش دید، دیگر در اومد در اون محراب مسجد اقصی و دعا کرد، گریه کرد، دعا کرد، ناله کرد، دعا کرد، پرسید، طلبید، پیش خداوند بیچارگی خودش اظهار کرد، احتیاج خودش به فرزند رو بیان کرد که خدای تعالی برای وی یحیی علیه السلام را عطا نمود. یعنی که برای ما برادران اینم یک درس است که انا الله تعالی وقتی رمضان رو گپ زد و بعد از رمضان دعا رو گپ زد، بعد دیگر ما رو به چی خدای تعالی وادار میکنه؟ به گفتگوی همین قرآن، به آشنایی به قرآن. وقتی که در قرآن بریم ورق میزنیم، اینا میخواد آیات رو پیدا میکنیم که فضیلت دعا رو برای ما بیان میکند و معجزه آسا بودن دعا رو برای ما بیان میکند. یعنی به مثال همین مریم و
به مثال زکریا علیه السلام، یا اینکه به مثال مثلا دعای حضرت نوح که گفتیم مثلا گرفتند و یک دعا کردن که دیگر همه جا چی شد؟ همه جا رو آب زیر کرد مثلا، چون که انسان ها دیگر کافر شدن، دیگر انسان ها نمیخواستن پیغمبر باور کنن، دیگر انسان ها پیغمبر گوش نمیکردن. همین قدر مردمی کجی یک کجله که یک روی بدن که حضرت نوح میگن که وقتی کوچه میبرامدن موسفیدا همراهشون نبیرهاشون میرفت، دست نبیرهاشون قبل دیگه میفتن که این هم مرده که دیدی ها همین نامش نوح هست، با وصیت من همیشه که من مرده روم با این باور نکن پیغمبرشه، به این پیروی نکن، این پیغمبر دروغین است میگفت. به همین درجه پیغمبر در عصباش میرسیدن، کوچه هم میرفت، کوچه رو دشنامش میدادن، حقارت میدادن، مسخره میکردن، در یعنی که بعد دیگر نوح علیه السلام دید که از اون آدمگری نمیبراید و قریب 1000 سال دعوت کرد و در نتیجه دعوت 1000 ساله بعضی علما میگن که 40 تا، بعضی میگن که 80 تا آدم فقط مسلمان شد. بعد دیگر وقتی امید شکند نوح علیه السلام دست برداشت و دعا کرد و گفت که خدایا دیگه اینا آدم نمیشن، دیگه اینا آدمگری نمیبراید، اینا رو دیگه ریشه‌کن کن. گفت که اینا ممکنه، گفت همین وقتی دید که هم بچه‌هاشون رو میارن تو پیش نوح نصیحت کرد میگن گوش نکن، گفت که اینا انسانای افلاسی هستن که همه خیمه آینده بچه‌های خودشون رو برای من وصیت میکنن که من گوش نکند اینا. یعنی اینها نسل آیندهش هم ویران کنی شده، نسل آیندهش هم تربیتش ویران کنی. برنامه‌های درسی دارن که ویو فقط برای خاطر چیز ضد پیغمبر است، ضد خدا است، ضد روش خدا است، ضد راهنمایی پیغمبر است. اینا دیگه آدم نمیشن. برای دعای بد کردن و خداوند چه کرد؟ دعاشون اجابت کرد و تمام زمین را چه کرد؟ نابود و یکسان کرد. تو اینکه دوم برای انسانیت، برای من نوح علیه السلام پدر دوم بشریت مینامند. خلاصه نباید که دعا رو نادیده گیریم. دعا خصوصا در رمضان برادرها، دعا رو باید که نادیده نگرفت. برای همین از الله تعالی مسئلت میکنیم که ما رو توفیق دعا دیا. این ببینید برادرها، این توفیق دعا هم چیزی آسان نیست. عمر رضی الله عنه میگفت که اینی لا احمل هم الدعا. ما میگفت غمی دعای قبول میشد قبول نمیشد ندارم. میگفت غمی من این است که آیا خداوند من الهام میدهد من دعا کنم یا نه. وقتی که الله تعالی من الهام دعا داد، معنیش نیست که میخواهد که از من گوش کند، از من قبول کند. خدا میخواد گوش کند از من، دعای من فهمد، بعد از اون از من قبول کند. خب یعنی الهام دادنش. یعنی تو اگر دیدی که دعا با رغبت پیدا کردی، به یک گویم که حماسه، به یک وای دست برداشت، به یک گریوی نالی، به یک وجد آمده دعا کردی، دون که این الهام الهی است که تو رو میخواد که چی؟ همون چیزی که در داخلت است به خداوند گویی، درد دل کنی به خداوند، تو اینکه خداوند همون دعای تو رو قبول کنه برادر عزیز. خب این همین سبب میشود که انسانی مسلمان شاید ببینه اینا ببینه خداوند دور بینه. در حقیقت ما میخوام سخن کوتاه کنم، کمتر معظم نیست، لیکن باز چی میاد فکر رو. انا گفتم که رمضان خداوند گفت که از چی؟ از ماهی که دعا هست، ماهی قرآن است، هم ماهی دعا هست. برای وقتی ماهی دعا هست گفت خداوند باز برای ما 2 وقت خداوند یعنی که مستحب کرد که در اون 2 وقت دعا کن که دعای تو قبولتر میشد در نزد من. کدام وقت؟ وقتی پیش از افطار و وقتی سحری کردن. یعنی که بینه از همه شاید که دقیقه های آخرین روزه برای انسان مشکل است، نشستن انتظار شدن مثلا از آن. برای اینکه انسان مسلمان اینقدر مثلا شاید عذاب نکشد، الله تعالی همین دعا رو در اونجا مشروع کرد که انسان با دعا مشغول شود. هم گفت که تو همون ثانیه های آخری یا دقیقه های آخری که تو رو به افطار میچسباند وقت قبولی دعات است. یعنی که این یک عبادت است برادر، روزه عبادت است، افطار هم که عبادت است. انسان مسلمان میگه که تو همه خیلی افطار کن که هوشت در جاش باشد. هوش در جا بودنش این همون چی است؟ به دعا مشغول بودن در همون زمان است. یعنی که همون زمان کسی رو الله تعالی توفیق دعا داد، این معنیش نیست که الله تعالی میخواد که از بنده قبول کند. این شد وقتی سحری. ببین برادر، سوال میشود که
و من سحری نخورده دعا سحری نکرده روزه دهم بنده میشود نمیشود. این سوالا بسیار میشه. هر سوالی که من بریم برادر همه خیلی میشد. خب اون وقتی که این خیلی مثل سوالا میشود که سحری کنیم نشویم، معنی این نشون میده که بعضی انسان‌ها چند تنبلن، بعضی انسان‌ها نمیخوان که سحری خیزن، بعضی به اصطلاح خوب خودشون حرام کردن نمیخوان، لیکن از همون برکت سحور محروم بشن. پیامبرم به زبان شکرباری خودشون گفتن که تسحروا فإن فی السحور برکه. سحری کنه، سحری خیزد که در سحر خوری برایشون برکت است. خب یعنی که پیامبر گفتن که هم خیزد از برکه اون سحر کامیاب شوید، علاوه بر این شما همون دعاتون کنه که وقتی سحر قبولی دعا هست. اگر یادتون باشد روز اولی دومی وقتی من شروع کردیم صحبت گفتیم که الله تعالی گفت که والمستغفرین بالاسحار، اونهایی که در سحری یا سحرگاهان به استغفار مشغول هستند، یعنی که استغفارگویان سحرگاه از همراه میشن مثلا که اونها رو قرآن در چند جای قرآن، 2-3 جای قرآن الله تعالی تعریف میکنه انسانی که در سحر استغفار میکنن. یعنی که انسان اصلا خواب شبش میخیزد، خوابی خودش حرام میکنه، حالا هیچ گناه نکرده است، لیکن از الله تعالی گناه طلب مغفرت گناههای گذشته میکنه و از یعنی که به الله مراجعه میکنه که الله تعالی من همیشه از گناه خودم پشیمون هستم، من نمیخوام که به گناه روبرو شم، من نمیخوام که این شم. یعنی که از الله تعالی چی میشد؟ چی میپرسه برادر؟ استغفار میپرسد. از الله تعالی بخشی گناه خودش میپرسد. دیده چه خیلی اینها با هم پیوسته هستند که قرآن یک منظومه هست، قرآن یک سیستم هست. شاید بعضو فکر میکنن که این سوره، در این سوره مثلا 10-20 موضوع وارد است، اینو بیانشون ربط و علاقه ندارن. این البته فکر خطا است. مثلا یک سوره چند موضوع دارد، لیکن اگر انسان به دقت خوانده که بین این موضوع یک ربط و یک علاقه حتما هست. همین خیلی از خولگی و فراغ این چیز آمدگی نیست دوستان. خب از اون بیننده به همین صحبت ما به پایان برسونیم. مسئله میکنیم که الله تعالی ما را از جمله آنهایی گردونه که در رمضان توفیق قرآن خوانی را داده شدند و توفیق دعا کنی را داده شدند. چون که در این رمضان عبادت دو تا بهتره همین دعا هست، همین دو هست، هم قرآن و هم رمضان. الله تعالی هر یک تیم ما را برادرایی که ما را شنیده ایستادند از جمله همونایی گردونه که موفق شدند تا این دو عبادت را در این ماه بزرگ به جا بیارن. خب جای برادر مفتی است که بعد مرگ پدر چی کارها رو برای او کنیم؟ برادر، بهترین کار این صدقه از آن پدر است. از آن پدر صدقه جاریه کردن است. مثلا گیریم یگان ترانسفورماتور ساختن از نام پدر برای اینکه خونه آدم سفید میشه، روشن بشود و سفید روشنی برای قرآن خوانی استفاده میبرند، برای درس و برای تعلیم استفاده میبرند، برای عبادت استفاده میبرند، برای گرم کردن آب طهارت استفاده میبرند که ثواب اعظم از همون است برادر. یعنی از یک اوقات دادن این خیلی ثوابایی که جاری و دور و دراز از اون بهتر است. یعنی که مثلا وای کافتن، اسکواش کافتن، اینکه چاه کافته برای آدم آب دادن بهتر است. مثلا جایی که اسفالت نیست اسفالت کردن. همه اینا بهترین کاری که میتونه برای از پدر یا که از وی مادر که وفات کرده باشند. اگر الله تعالی ایلم پدر و مادرتان رحمت و مغفرت کنه برادر. خب اینجا آدم پرسیده که من 3 دختر فاتحه کردم، همش بعد از 1 ماه 2 ماه 3 ماه گردن راستی که بزی خشتم، 4مش بعد شید. همین در تقدیر است. برای برادر تقدیر است، یعنی که تو الله تعالی همون چیز مخدر نکرده باشد نمیشد. ما گفتیم تقدیر این چینک است، چینک این هر یک انسان حیاتش است و الله تعالی شما رو موفق کرد از به همین چیز 4مش مثلا شده باشد. یعنی که انشالله امیدواریم که همین 4مش یعنی که زنی با برکت و زنی با پای و قدم گردونه که برای شما فرزندای صالح عطا کنه و عائله خوشبخت برپا کنه همراهش. خب
خب اینجا دیگر به فکرم سوالی نبوده برادرها. الله تعالی نگهبانتون باشد تا شب آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.